سلام، اینجا 207 تیوفای ارتقا یافته داریم. بریم تست بررسیش ببینیم. کلید این ماشین واقعا من خیلی تو شوکه میندازه. این چرا از زمان 206 تا هیچ تغییر نکرده. روی پارس بوده، روی 206 بوده، روی 207 بوده. فکر کن 207 که الانه با 5 تا تیپ داره میاد. واقعا نمیدونم. بعد من یه شوکی از ایران خودرو دارم. چرا اینجا رو حداقل برای صندوق عقب نذاشته و همینو فقط گذاشته؟ عجیبه. واقعا شرکت عجیبی داریم. توی امکانات ماشین چه امکاناتی داریم؟ مالتی مدیا رو داریم، گیربکس دستی رو داریم، شیشه راننده اتوماتیک هستش و آینه هامون تنظیم شدن برقی رو دارن. توی فرمون کروز کنترل داریم و دسترسی های به مالتی مدیا. توی کلاسترمون چیا نشون داده میشه؟ TPMS، ESP و بیشتر بریم بخش عقب. بخش عقب خیلی مهمتره برای کسایی که میخوان این ماشین رو برای تو شهری نگه دارن. واقعا من نمیدونم کی گفته که جاپای 207 و 206 انقدر بده. من که الان سوار شدم جلو رو برای خودم تنظیم کردم و الان به نسبت جاپای خوبی دارم. خیلی خوبم، الان راحتم. و توی بیشتر توی چیا زدن که ظرفیت 5 نفره و به خاطر این تونل گاردنی که رد شده خیلی ظرفیت کم شده. اینقدر یعنی برای یه آدمی به نسبت برای من جاش نمیشه. بیشتر ظرفیت 4 نفر است. اینجا که میخوایم بریم کاپوتش باز کنیم، اما دقت میکنیم که اینجا هواکشا قطع شده و هواکشش در پشت کاپوت اینجا قرار گرفته. وقتی که موتور رو میزنیم بالا با یک موتور تیوفای به ارتقا یافته رو هستیم که تقریبا همون حدود 110 اسب بخاری رو با حدود 130 نیوتن متر گشتاور بهتون میدیم و تغییر آنچنانی توی کاپوتش نمی‌بینیم و بهتون گفتم اینجا هواکش هم حذف شده و اصلا یه دوبله خاص دیگر رو توی خودش جا گرفته. اگر از این بررسی خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه.